آغاز می‌کنیم چهارمین گردهمایی بزرگ صنعت غذای استان اصفهان رو. روز جهانی غذا یادآور این نکته است که صیانت از سلامت جامعه و تأمین غذای سالم وظیفه و مسئولیت خطیری است که بر عهده کارشناسان و متخصصان حوزه غذاست. شعار برنامه خیلی زیباست، همه با هم برای غذای بهتر و آینده بهتر. دو تا واژه خیلی ارزشمند و خب خیلی امیدوار کننده. ارزش و اهمیت آنچه پیش رو داریم در این نکته نهفته است که غذا تنها یک خوراک نیست. امنیت، سلامت، اقتصاد، محیط زیست و آینده کشور را رقم می‌زند. سرکار خانم دکتر نرگس نادیان از شرکت اصفهان شکلات با نام تجاری کامبر. آقای علی سرشوقی مدیرعامل شرکت محصولات بدون قند رژیمی کامبر، تولید کننده محصولات بدون قند و فراسودمند. آینده از آن ماست، برای فرزندانمون، برای آیندگانمون جانانه سنگر تولید رو حفظ بکنیم و خللی و تزلزلی در عزممون وجود نداشته باشد.